سلام، من مصطفی سفری هستم و شما به فصل اول گوش میکنید. این 18مین قسمت از پرونده ویژه اینگمار برگمان است. مجموعه‌ای که در آن فیلم‌های این فیلمساز بزرگ سوئدی را به ترتیب سال ساخت مرور میکنیم تا مسیر شکل‌گیری یکی از بزرگترین مؤلفان تاریخ سینما را دنبال کنیم. در قسمت گذشته درباره مهر هفتم صحبت کردیم. فیلمی که برگمان با آن پرسش‌هایی درباره مرگ، ایمان و معنای زندگی را به زبان سینما ترجمه کرد. اما امروز به سراغ فیلمی می‌رویم که بسیاری از منتقدان آن را کامل‌ترین و انسانی‌ترین اثر او می‌دانند. توت‌فرنگی‌های وحشی ساخته سال 1957 فیلمی است که اگر مهر هفتم عقل فلسفی برگمان باشد، توت‌فرنگی‌های وحشی قلب تپنده اوست. اینجا دیگر خبری از شوالیه و مرگ نیست. قهرمان داستان مردی سالخورده است که در ظاهر همه چیز دارد: اعتبار، دانش، احترام و موفقیت. اما در درون با گذشته‌ای روبروست که هرگز فرصت آشتی با آن را پیدا نکرده است. داستان درباره پروفسور آیزاک بورگ، پزشکی 78 ساله و استاد برجسته دانشگاه است. او قرار است برای دریافت یک نشان افتخار سفری زمینی از استکهلم به لندن انجام دهد. این سفر در ظاهر تنها چند ساعت طول می‌کشد، اما در واقع سفری است به تمام سالهای زندگی او. در طول مسیر رویاها، خاطرات، آدم‌های گذشته و چند همسفر جوان باعث می‌شوند پروفسور بار دیگر به زندگی خود نگاه کند. او با عشق از دست رفته، اشتباه‌هایش، سردی روابط خانوادگی و ترس از مرگ روبرو می‌شود. اما برگمان این سفر را نه برای سرزنش شخصیت، بلکه برای شناخت دوباره او طراحی کرده است. فیلم با یکی از مشهورترین رویاهای تاریخ سینما آغاز می‌شود. خیابانی خالی، ساعتی بدون عقربه، مردی بدون چهره و کالسکه‌ای که تابوتی را بر زمین می‌کشد. تابوت باز می شود و پروفسور چهره خود را درون آن می بیند. این آغاز تنها یک خواب نیست. برگمان از همان دقیقه اول مخاطب را وارد ذهن شخصیت اصلی می کند. از اینجا به بعد مرز میان خواب، خاطره و واقعیت بارها از میان برداشته می شود. اما نکته شگفت‌انگیز این است که مخاطب هرگز احساس سردرگمی نمی کند. زیرا تمام این جهان‌ها از یک احساس مشترک سرچشمه می‌گیرند: حسرت. از نظر کارگردانی، توت‌فرنگی‌های وحشی شاید کامل‌ترین اثر دوران میانی برگمان باشد. او با آرامشی مثال زدنی میان زمان حال، خاطره، رویا و خیال حرکت می‌کند. این جابجایی‌ها نه برای نمایش مهارت کارگردان، بلکه برای نمایش ذهن انسان طراحی شده. زیرا ذهن ما نیز دقیقاً همین گونه عمل می‌کند. یک تصویر، یک بو یا یک صدا کافی است تا ناگهان ده‌ها سال به گذشته بازگردیم. برگمان حافظه انسان را به زبان سینما ترجمه می‌کند. فیلمبرداری گونار فیشنر نیز در اوج قرار می‌گیرد. نورهای نرم، آبهای متعادل و حرکت آرام دوربین به فیلم حالت رویایی دادند. به ویژه صحنه‌های بازگشت به باغ توت‌فرنگی از شاعرانه‌ترین تصاویر تاریخ سینما هستند. برگمان طبیعت را نه فقط به عنوان لوکیشن، بلکه به عنوان حافظه شخصیت اصلی به کار می‌گیرد. درختان، خانه قدیمی و نور تابستان تبدیل به خاطراتی زنده می‌شوند. گویی گذشته هنوز نفس می‌کشد. از نظر میزانسن فیلم سرشار از نماد است. جاده نماد مسیر زندگی است. آینه‌ها نماد خودشناسی اند. ساعت‌های بدون عقربه نماد زمانی هستند که دیگر قابل بازگشت نیست. برگمان بدون آنکه نمادها را به رخ بکشد، آنها را در تار و پود روایت می‌نشاند. به همین دلیل فیلم هم برای مخاطب عادی جذاب است و هم برای پژوهشگران سینما سرشار از لایه‌های تفسیری. اما قلب تپنده فیلم بازی خیره کننده ویکتور شوستروم در نقش پروفسور آیزاک بورگ است.
شوستروم خود یکی از بزرگترین کارگردانان دوران سینمای صامت سوئد بود و حضور او در این فیلم معنای نمادی نیز دارد. او شخصیتی را خلق می‌کند که در ظاهر مردی خشک، مغرور و منطقی است، اما هرچه فیلم جلوتر می‌رود، لایه‌های پنهان شخصیت آشکار می‌شود. نگاه‌های طولانی، سکوت‌ها و تغییر تدریجی چهره او از هر دیالوگی تأثیرگذارتر است. برگمان با هدایت دقیق این بازی یکی از ماندگارترین شخصیت‌های تاریخ سینما را خلق می‌کند. در کنار او بازیگران جوان نیز حضوری درخشان دارند. به ویژه بی آندرسون که در دو نقش متفاوت ظاهر می‌شود. یکی یادآور عشق از دست رفته جوانی و دیگری نمادی از امید و ادامه زندگی. این انتخاب هوشمندانه یکی از ظریف‌ترین ایده‌های برگمان در شخصیت پردازی است. از نظر فیلمنامه توت‌فرنگی‌های وحشی شاهکاری کم نظیر است. برگمان درباره پیری حرف می‌زند، اما فیلمش درباره پایان زندگی نیست. درباره فرصتی دوباره برای تغییر است. پروفسور در پایان فیلم همان آدم ابتدای داستان نیست. او جهان را عوض نکرده است، اما نگاهش به جهان تغییر کرده است. برگمان امید را نه در تغییر گذشته، بلکه در آشتی با گذشته پیدا می‌کند. او می‌گوید انسان حتی در واپسین سالهای عمر نیز می‌تواند مهربان‌تر، فروتن‌تر و بخشنده‌تر باشد. از نظر ساختار فیلم یکی از کاملترین نمونه‌های روایت جاده‌ای در تاریخ سینما است. هر ملاقات در مسیر مانند ایستگاهی از زندگی شخصیت اصلی عمل می‌کند. هر شخصیت آینه‌ای است که بخشی از وجود پروفسور را به او نشان می‌دهد. هیچ ملاقات و هیچ صحنه‌ای تصادفی نیست. تمام فیلم سفری درونی است که در قالب سفری بیرونی روایت می‌شود. اگر مهر هفتم مهمترین فیلم فلسفی برگمان باشد، توت‌فرنگی‌های وحشی انسانی‌ترین فیلم اوست. اینجا دیگر خبری از جدال مستقیم با مرگ نیست. برگمان به جای آن درباره فرصت زندگی صحبت می‌کند. فیلم نشان می‌دهد که بزرگترین تراژدی انسان پیر شدن نیست، بلکه زندگی کردن بدون عشق، بدون بخشش و بدون آشتی با گذشته است. بسیاری از منتقدان این فیلم را شخصی‌ترین اثر برگمان می‌دانند. خود او نیز بعدها اعتراف کرد که بخش‌هایی از شخصیت پروفسور بازتابی از رابطه پیچیده‌اش با خانواده، دوران کودکی و ترس‌های درونی خودش بوده است. به همین دلیل توت‌فرنگی‌های وحشی پس از نزدیک به 70 سال همچنان یکی از تأثیرگذارترین فیلم‌های تاریخ سینما باقی مانده است. در پایان توت‌فرنگی‌های وحشی فیلمی است درباره امید. امیدی که نه در جوانی، نه در موفقیت و نه در شهرت، بلکه در توانایی انسان برای شناخت خویش نهفته است. برگمان در پایان این سفر پاسخی ساده اما عمیق به مخاطب می‌دهد. زندگی را نمی‌توان از نو آغاز کرد، اما می‌توان از نو به آن نگاه کرد. و شاید مهمترین پیام فیلم همین باشد. گاهی برای پیدا کردن آینده باید شجاعت قدم زدن در خاطرات گذشته را داشته باشیم. من مصطفی سفری هستم و شما به فصل اول گوش دادید. در قسمت بعد به سراغ لبه زندگی، محصول 1958 خواهیم رفت. فیلمی متفاوت که برگمان در آن با نگاهی واقع گرایانه و عمیق به جهان زنان، مادری، امید، فقدان و شکنندگی در زندگی می‌پردازد و یکی از انسانی‌ترین درام‌های کارنامه خود را خلق می‌کند. تا پادکست بعد، بدرود.